ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 69. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر می‌گیرد. خلاصه دوره‌بندی تاریخ انکشاف زبان‌های ایرانی هنوز تا به آخر مشخص نشده تحقیق و پژوهش‌های تازه را انتظار است. 9. زبان تاجیکی دری فارسی که به عوض زبان‌های فارسی میانه، پارتی، باختری و سغدی در قلمرو گسترش این زبان‌ها جایگزین آنها گردید، از لحاظ خصوصیت‌های آوایی، لغوی، دستوری از زبان‌های خویشاوند باستانی خود خیلی دور رفته جهت‌های خاص پیدا کرد. پیش از همه در بخش فونتیک یا آواشناسی مسئله تغییرات و تحول صفتی بر عوض تغییرات مقداری به جای اول می براید. در زبان تاجیکی دوره کلاسیکی مثل زبان فارسی میانه هنوز هم 8 صداناک، 3 جفت کوتاه و درازی ای، ا، ای و 2 صداناک درازی از صداناک های مرکبی ای، یا و او پیدا شده وجود دارد، ولی در زیر تأثیر تغییرات صفتی در حال تغییر یافتن است. برای تحول همصداهای این دوره زبان ما تغییرات زیادی صفتی در جابجاگذاری آنها دیده می شود. در بخش صرف و نحو تغییرات اساسی از حالت تصریفی سینتتیکی به حالت تحلیلی آنالیتیکی گذشتن حصه های نطق می باشد. دهم، در دوره اول انکشاف زبان ما خصوصیت‌های محلی و لهجوی این زبان در منطقه‌های گوناگون گسترش آن به مشاهده می‌رسد و تهیه فرهنگ و لغتنامه‌های گوناگون شاهد این گفته هاست. ولی خصوصیت‌های عمومی و معیاری زبان ادبی برای این زبان تا امروز باقی است و می‌توان گفت که برخلاف خصوصیت‌های گونه‌های تاجیکی، فارسی و دری، بین این 3 گونه زبان ادبی عمومیت از تفاوت خیلی بیشتر است.
11. واژه تاجیک که از عمق تاریخ سرچشمه میگیرد و کلمه های تاج به معنای اکلیل، تاز و تاج، همچون نامی شخص، تعاجی و تخاری به معنای خلق و غیره مناسبتی مرادفی داشته است که باستانی و قدیمی بودن این کلمه را اثبات می نماید. باید خاطر نشان کرد که در کتیبه های در دوران آخر پیدا شده واژه تاجیک به طور رسمی و واضح برای افاده مردم منطقه تخارستان استفاده شده است که ارتباط آن را با کلمه تخاری نشان می دهد. با تأسیس دولت کوشانی های کبیر، اصطلاح تاجیک به تمام منطقه های این شاهنشاهی پهن می شود و معنای وسیع را فرا می گیرد. اکنون در اثر کشف آثار پیش از اسلام که به زبانهای باختری و پارتی و سغدی نوشته شده است، ما می توانیم روی این واژه خوبتر روشنی اندازیم. در اینجا 3 منبع مهم به صورت خلاصه پیشنهاد می شود که از سنگ نوشته باختری یکاولنگ در ولایت بامیان، افغانستان، سکه یک پادشاه با لقب افتخار آمیز قیصر روم به زبان باختری و یک برگ از یک نسخه مانوی پارتی عبارتند. یکم، به معنای مردم تاجیک، همچنان روبی یعنی مردم رابی در شمال افغانستان، همچنان بامیانی، همچنان ترک، همچنان تازیک، همچنان مردم بومی و کسانی دیگر. دوم، به معنای عرب باید جزیه بزرگ و براعت تازی برابر عربی پرداخت شود. در اساس این حجت و سندهای نو می توان حالا نام هر دو قوم را به صورت نوشتاری و لفظی کاملا و واضح و روشن از همدیگر چنین جدا کرد. یکم، تزیگا تازیک رجوع شود به کلمه پارتی سغدی تاجیک یعنی نامی قوم تاجیک. دوم، تزیا تازی که در متن اسناد به صورت صفتی تزیاگا تازیانگ آمده است یعنی عرب. دوازدهم، از بررسی و مطالعه آثار محققان و پژوهندگان درباره واژه تاجیک و معنا و دوره‌های استفاده آن به چنین خلاصه آمدن ممکن است. یکم، تخمین برتولت درباره در دوران اسلامی از شکل پیشین تاجیک پیدا شدن شکل‌های بعدی تازی و تازیک اساس علمی ندارد. مخصوصاً در همین دوره نام تازی به معنای عربی زبان از تاجیک فرق می‌کرد. دوم، برای همان زمان با ظهور عرب‌ها در آسیای مرکزی
پیدا شدن واژه تاجیک یا تاجیک از تزی یا تزیک به معنای عرب و تماما فرق نکردن عرب ها از خلق های ایرانی تباری آسیای میانه که با آنها رابطه های بیواسطه داشتند اساسی واقعی ندارد. سیوم، واژه شناسی درست احتمالی واژه تاجیک همان ریشه شناسی مردمی تاجدار از روی داشتن کلاهی مانند تاج یا شانه می باشد. چهارم، در زبان پهلوی ساسانی، پارسیک یا فارسی میانه کلمه تاجیک در مورد عرب یا عرب‌های ایرانی شده و هم عرب‌هایی که دین زردشت را پذیرفته بودند به کار رفته است. پنجم، ظاهراً کلمه تاجیک به واسطه زبان پارتی و سغدی و بعد به فارسی دری همزمان با ظهور اسلام وارد شده است. بعضی را عقیده بر این است که لفظ تاجیک در زبان خوتنی قدیم که بر رسم الخط برهمنی نوشته شده مستعمل بوده است. ششم، اصطلاح تاجیک به معنای یک قوم آریایی یا ایرانی از دوره‌های باستان معلوم و مشهور بوده. در سرچشمه‌ها با شکل‌های مختلفی تاز، تاج، تات، تاجیک، تاجیک، تگزیک، تاجیک و غیره وامی خورد. هفتم، به طور عموم از مطالعه و بررسی مواد و سرچشمه‌های به دست رسیده چنین نتیجه گیری کردن ممکن است که اگر واژه فارسی فارس در منطقه غربی پهن شوی خلقهای آریایی از طرف همسایگان عربی و یونانی و رومی و سوریانی به مردم ایرانی تبار اطلاق شده باشد، پس اصطلاح تاجیک در منطقه شرقی پهن شوی این مردم از طرف چینی ها و ترک و تیبیتی ها و غیره برای نامگذاری قوم و خلقیت های ایرانی استفاده شده است. 13. عاید به زبان ما و پیدایش آن چنین فکر و عقیده ها وجود دارند. 1. زبان تاجیکی فارسی دری تولد دیگر یا دوام مستقیم زبان فارسی میانه یعنی زبان پهلوی ساسانی پارسیک و یکی از شاخه‌های لهجه جنوب و غرب ایران یعنی ولایت فارسی آن کشور است. 2. ادامه و یا دنباله زبان پهلوی اشکانی زبان پارتی است. 3. شکل نو باز ساخته و یا تحول یافته همین زبان پهلوی است، فقط با الفبای دیگر. 4. زبانی است برابر و همزمان با پهلوی ولی در دو محیط مختلف، به این معنا که زبان دری با زبان پهلوی در عرض هم قرار داشتند، نه در طول هم. 5. در ادبیات علمی چنین عقیده وجود دارد که گویا زبان سغدی نه تنها در سمرقند بلکه در بخارا هم زبان رسمی و گفتگویی بود. سمیرناو در تحقیقات خود 2 دلیل زبان سغدی نبودن زبان اهل بخارا را می آورد که به نظر درست می رسد. این دلیل ها چنینند: 1. سکه های تنگه های زرابخانه بخارا با الفبای سغدی نیستند. 2. اگر عنوان های حکمران های سمرقند اخشید و افشین باشد، عنوان های حکمران های بخارا اول بخار خدات و بعداً سامان خدات بود. بیرتلس
این دلیل ها را اساس گرفته چنین می نویسد: همه این دلیل ها نشان می دهند که در سرزمین آسیای میانه در برابر زبان سغدی زبان دیگری وجود داشت که تا هجوم عرب ها صاحب خط بوده است. در مدت 1500 سال اخیر منطقه پهنشوی زبانهای ایرانی تقریباً به تغییر مانده است و زبان یغنابی در همان جایی که در عصر هشتم وجود داشت باقی مانده است. فقط دایره پهنشوی آن محدود شده است. در نمونه های زبان یغنابی و زبان های پامیری به طور با اعتماد گفتن ممکن است که زبان تاجیکی نیز در سرزمین هایی که زبان زنده خلق وجود دارد نو پیدا نشده است. این زبان در منطقه هایی که ذکرشان رفت از دوره های باستان زبان عامه خلق بوده است و حرکت آن به طرف ایران در عصرهای من بعده فقط در اساس در عصر 10 به زبان ادبی تبدیل یافتن آن در آسیای میانه رخ داده است. همین طریق تمام این دلیل ها تصدیق می کنند که زبان دری بعد از هجوم عرب ها پیدا نشده است، بلکه آن چندین قرن پیش از آن وجود داشته است. از بررسی آنچه در بالا گفته شد، همچنین تحقیقاتی از جانب محققان در این خصوص انجام یافته، می توان چنین نتیجه گیری کرد: زبان تاجیکی فارسی دری زبان قدیمه بوده، زادگاه اصلی آن خراسان و ماوراءالنهر، صحیح ترش کنار چپ و راستی دریای آموست. به عبارت دیگر این زبان در زمینه زبانهای بومی این مرزوبوم پارتی، سغدی، تخاری و در فرایند داد و ستد و همیاری و هم تأثیری با زبان پهلوی فارسی میانه از حساب این زبانها دارایی افزوده تشکل یافت و به درجه زبان علمی و ادبی رسید. فصاحت و بلاغت زبان قدیمترین آثار باقی مانده علمی و ادبی این زبان بازگوی این حقیقت است که این زبان ادامه مستقیم زبان فارسی میانه یا شکل تحول یافته وی نیست، بلکه تا گسترش اسلام به صفت زبان مستقل در برابر زبان فارسی میانه ساسانی وجود داشت. همین طور در ابتدای عصر هشتم زبان زنده مردم بلخ و یا قسم آن زبان تاجیکی بوده است. ایجادیات بدیعی به این زبان بی‌شبهه در بین مانوی ها نیز وجود داشت. زبان تاجیکی با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه طاهریان و صفاریان و سامانیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل به صفت زبان علم و ادب از محدوده یک زبان ملی بیرون گردید و در عصرهای بعدی در یک قسمت بزرگ قطعه آسیا به زبان بین المللی تبدیل یافت. چهاردهم، دوره اصطلاح عرب
برای تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی در برابر مرحله شکست و ناکامی‌های سیاسی و نظامی بودنش، همچنین دورانی به ظهور آمدن روح آزادخواهی و وطن پروری هزاران فرزندانی جسور و فداکار بود که تا نفس آخرین با نیرومندترین قدرت زمان مبارزه برده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند. در آن لحظه های فلاکتبار تاریخ که مسئله بود و نبود هستی معنوی نیاکان ما حل می گردید، خارقه زبان، فرهنگ و تمدن باستانی ما موج آسا روی کار آمد و رستاخیز معنوی قومهای آریایی را در سراسری قلمرو خلافت تولید نمود. بانگ این رستاخیز از آغاز دوره تجدد و احیای تاجیکان و قومهای دیگری آریایی بشارت داد. تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی مسلمان شدند و افزوده بر این در تحول و رشد اسلام به حیث دینی تمدن آفری جهانی نقش بزرگ و ماندگار گذاشتند. در برابر این آنها به آغوش فراگیر اسلام با حفظ زبان، اصالت فرهنگ و هویت ملی خود وارد شدند. پانزدهم، در سرچشمه های تاریخی و ادبی عربی زبان نیز تعدادی از سندها به نظر می رسند که رواج زبان تاجیکی فارسی دری را در قرنهای 6-8 تصدیق می کنند. یک نظری اجمالی به سندهای مذکور کافی است تا عیان گردد که زبان تاجیکی در دوره اصطلاح عرب بیش از هر منطقه دیگر در خراسان و ماوراء النهر رواج یافته بوده است. سرچشمه های عربی زبان از زبان مردم این سرزمین در عصرهای 7-8 از کلمه و جمله های فارسی دری سر کرده تا پاره های شعری را به این زبان روایت کردند. کلمه و جمله های الهیده مثل اشتربان، بوستانبان، بدبخت، مار مار، بگز بگز، تازی ایشان کستم، در مرگ نیز مردی باید، نیکان کنند و بدان کنند و هر کی این کنید سال و سر نبرد. ابا این تیمار باید اندکی شادی که اکثراً از مکالمه اشخاص معین در حالتهای مختلف اقتباس شده اند، کاربست فعال زبان ما را به حیث ابزار معاشرت در دوره اصطلاح عرب بازتاب می کنند. شانزدهم، سندهای استفاده زبان تاجیکی فارسی دری در قسمت غربی ایران زمین در عصرهای 7 و 8 خیلی کم به دست آمدند. ظاهراً در این قسمت در آن دوران بیشتر به لهجه های تبری و دیلمی گفتگو می کرده اند، اما دلیل های موجودند که با زبان فارسی دری بیگانه نبودن مردم این سرزمین را تأیید می کنند. زبان تاجیکی فارسی دری در دوره اصطلاح عرب به حیث زبان زنده معاشرت در شرق ایران زمین بیشتر و در غرب آن کمتر رواج داشته است. اشعار شفاهی که از آن دوران به زبان فارسی دری باقی مانده اند همگی به خراسان و ماوراء النهر منسوبند. در قیاس با این
محض از خراسان و ماوراءالنهر برخاستن شعر رسمی تاجیکی فارسی دری در عهد صفاریان و سامانیان امر طبیعی به نظر می رسد. 17. زبان تاجیکی فارسی دری در دوره اصطلاح عرب به حیث ابزار معاشرت در خراسان و ماوراءالنهر، ایران مرکزی و شهرهای بزرگ خلافت مکه، مدینه، کوفه، بصره و بغداد رواج تمام داشت. با نظر داشتی این امر، دوره اصطلاح عرب را در تاریخ زبان تاجیکی فارسی دری می توان همچون مرحله همزیستی آن با زبان عربی که در صحنه کتابت حاکمی مطلق بود تعیین کرد. 18. در قرنهای نخست اسلامی همزیستی زبان تاجیکی به حیث زبان گفتاری و عربی به حیث زبان نوشتاری در جامعه ایران زمین و در فعالیت افراد علاهیده باعث گردید که زبان عربی تأثیر بزرگ در زبان فارسی دری بر جای گذارد، همچنان که زبان ما مهمترین زبان تأثیر گذار به زبان عربی شود. زبان فارسی دری در دوران اصطلاح اصالت خود را حفظ کرده در مسیر داد و ستد لغوی با زبان عربی برای خود زمینه جهت کسب مشروعیت سیاسی و دینی و رسمیت ادبی و فرهنگی فراهم آورد. در این دوره نمایندگان اهل ادب و فرهنگ و تمدن ایرانی به پیکار معنوی با عربها برخاسته بودند که هدف از آن نهضت فرهنگی و ادبی و تجدید روحانیت عجم با راه حفظ و ادامه سنت‌های تمدن تا اسلامی ایران زمین و وارد کردن آنها به متن و بطن تمدن جدید اسلامی بود. این نهضت برازنده نیاکان شرفمند ما در تاریخ با نام شعوبیه معلوم و مشهور گردید. زبان به حیث یکی از عنصرهای پایه‌گذاری احیای معنوی عجم از دایره نظر و توجه پیروان شعوبیه بیرون نبود. در نتیجه در شعر عربی زبان عصرهای نخست اسلامی، خاصتاً در ایجادیات ابو نواس، بشار ابن برد، ابو یعقوب خریمی، سهل ابن هارون، اسحاق موسیلی، اسود ابن ابو کریمه و دیگران استفاده عنصرهای زبان تاجیکی فارسی دری و معنی‌های برگرفته از ادب و فرهنگ تا اسلامی فارس و تاجیک رواج پیدا کرد. شما گفتار 69 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.